هنوز قافله سالار ادبیات تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی دانش را چراغ روشن دل و جوشن تن نامیده بود و هر نفری که با دانش مصالح است همیشه و در همه حالت دست بالا است و این نمایش برای آنهایی است که میخواهند دانش، ذکاوت و جهان بینی خود را سنجند. شماره 90 نمایشی به پیش منظور شماست. دوستان عزیز سلام عرض میکنیم. در نمایش ما نفران شرکت می‌ورزند که میخواهند دانش خود را، جهان بینی خود را، ذکاوت خود را سنجند و البته ما این امکان رو به هر نفری که میخواد شرکت ورزد میدهیم و باید گفت که هر نفری که به غالبیت مشرف میشود از جانب ما رخصت میگیرد برای تعلیم در یکی از کورس های مرکز تعلیمی قلم. امروز نیز الکی چند نفر انیخترش 4 نفر از روی اون که ما 4 راه رفت داریم 4 نفر میخواهند که خود را سنجند، دانش خود را سنجند و البته همزمان شاید یکی از آنها به غالبیت مشرف شوند، ولی باید گفت که غالبیت در نمایش ما نسبی است، یعنی خودی دانش نسبی است، یعنی یگان نفری نیست که همه چیز را داند و البته شما شاید نفرانی که شرکت می‌ورزید شاید با دانستن بعضی سوال ها نظر بر نفر دیگر دست بالا شوید و من 4 نفر خواهشمند رو که الکی آماده هستند میخوام با خانچای کبود میخوانم. مرحمت. و البته شروع میکنیم از معرفی، زیرا که نفرانی که در نمایش ما شرکت می‌ورزند اختیاری به نمایش ما اومدند و اختیارا میخواهند که خود را سنجند. مرحمت. من ملکیه دولت، خواننده صنف 10 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 59 ناحیه سینای شهر دوشنبه میباشم. ملکیه باز چی معلومات دادم میتوانید درباره خودتان؟ من بیشتر کیان خواندن کتاب‌ها را دوست می‌دارم و در برابر خواندن کتاب‌های اینچنین کتاب‌های بدیعی و کتاب‌های علمی را نیز می‌خوانم. شغل پسندیده، مشغولیت دوست داشته دارید؟ بیشتر مشغولیتی من، یعنی مشغولیتی دوست داشته من کتابخوانی میباشد. فقط کتاب میخونید شب و روز؟ خب مرحمت. شما؟ من محبت زاده فرخنده، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 ناحیه رودکی میباشم. من بیشتر به خواندن کتاب‌های خارجی، زبان‌های خارجی رو دوست می‌دارم، از جمله انگلیسی، خیتایی و کره‌ای. یعنی الکی شما گفتم که در آینده کدام کسب رو انتخاب کردن رو الکی معین کردید؟ بله، ترجمانی. کدام کسب رو؟ ترجمانی کدام زبان؟ زبان‌های انگلیسی و غیره. بسیار خوب. تئوری هم دیده استودید؟ بله. مرحمت. شما؟ من نصرت زاده بهروز، خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 84 میباشم. 84 ناحیه رودکی. خب باز چی معلومات دادن درباره خودتان؟ با چی شوق دارید؟ چیکار میکنید در وقت خالی؟ کدام فنها رو دوست می‌دارید؟ در وقت خالی بسیارتر به ورزش مشغول میشم و ورزش فوتبال رو دوست می‌دارم. فوتبال رو دوست می‌دارید؟ بله. من مدد خانم امین، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 شهر دوشنبه ناحیه فردوسی و در صنف 11 تحصیل می‌نمایم و من اشتراکی المپیادها هستم، از جمله المپیاد از فن گئوگرافیا. سال گذشته از جای دوم گشتم و اینک اگر سوال از فن گئوگرافی اگر شود به جواب از جانب من نخواهد ماند. فقط به گئوگرافیا؟ بله به گئوگرافیا، باز به زبان خارجی از انگلیسی. در المپیاد تو کدام زینه شما جای گرفتید؟ در زینه دوم در المپیاد شهری. در المپیاد شهری. بسیار خوب. یعنی ملکیه، فرخنده، بهروز و یمین 4 نفر شروع نمایش ما هستند. از قاعده نمایش خبر دارید؟ تکرار کنیم یا تکرار نکنیم؟ یعنی در همون خانچه که شما استودید سوال نسبتا آسان‌تر و به شما همزمان 10 ثانیه برای فکر کردن داده می شود در هر یک سوال و اگر تکرارا به همون سوال اگر که دویم مراتبه، یعنی به سوال اول جواب ندادید با دویم مراتبه سوال شد، پس گروهی که با شما هستند، گروهی یاری رسان شما میتواند که به شما کمک کند فقط در جواب سوال دویمی که در همون خانچه داده می شود. و همین خیلی متناسباً شما میتوانید که در زینه سبزی که میبینید شما سوالی که اندکی دشوارتر 20 ثانیه برای فکر کردن، در زینه زردی که میبینید در زینه زرد به شما سوال و 30 ثانیه، در زینه سرخ به شما سوال و 40 ثانیه. ولی باید گفت که اگر 2 یا 3 نفر یا همه شما برابر به زینه سرخ رسیده یک سوال پیشنهاد می شود و کسی پیشتر جواب داد.
و همزمان نفری که با سوال اساسی ما جواب میگرداند 1 دقیقه برای فکر کردن و همزمان اگر که قولیت بصورت ما همیگونه یک راهخط میدهیم برای در یک دلخواه کورس های تعلیمی، چون شما خوانندگان صنف های 10 هستید، یعنی پس از چند به شما لازم میاد که در امتحان های مرکز ملی تستی شرکت ورزید، میتوانید که در کورس دوست داشته دانش خود را سویه دانش خود را زیادتر کنید. آماده هستید؟ چون یک رنگ صورت میگیرد، من از ملکیه آغاز میکنم. ملکیه نمایش ما رو تماشا کردید، میدونید چگونه صورت میگیرد. سوال با شما و 10 ثانیه برای فکر کردن هم هست. مؤلف قصه موش و گربه کی است؟ 10 ثانیه وقت. ادبیات کلاسیکی مؤلف قصه موش و گربه خیلی قصه مشهور است. قصه ای است که آن را در برنامه تعلیمی میخونید. وقت به انجام رسید. مؤلف قصه موش و گربه عبید زاکانی می باشد. عبید زاکانی می باشد. یگان ادیبی دیگر باید نداره که میگونه نوشته باشد. برای اون من عبید زاکانی را انتخاب کردم که وی بیشتر همین حکایه ها هم خیلی حکایه ها را می نویست و اینچنین وی مؤلف رساله دلکشا 105 10 فصل می باشد. جواب درست است. برآمد شما را ما یک زینه پیش می‌کنیم، یعنی یک امکانیت دیگر است برای خود را سنجیدن و سوال با فرخونده. بغیر از زبان آموزی به فن‌های طبیعی، ریاضی، گومانیتری شوق دارید؟ نه اونقدر. نه اونقدر. برای چی؟ بیشتر همین زبان‌های خارجی رو دوست می‌دارم. یک سوالی عادی به شما. مویز را از چی حاصل میکنن؟ از انگور. از انگور. شما با وقت نگاه نکردید. خطا باشه چی؟ از انگور. فقط یگانه میوه که مویز از آن حاصل میشه انگور است؟ انگور. دیگر یگان چیز دیگه نیست؟ انیق فکر کنید. از انگور و مویز. اگر حاضر چراغ خانچه شما گران شود، پس جواب شما درست است. ولی اگر گران نشود، شاید که از دیگر چیز نیست آماده کنن انگور خوب. مرحمت. بهروز سوال به شما علاقه صنفی 10 هستید؟ بله. یعنی علاقه قریب اکثر فنهای مکتبی را خونده اید و یک سوالی عادی به شما چنین است که متلی از همه سبکترین کدام است؟ 10 ثانیه وقت. متلی سبکترین. اگر سیستم دوری مندلیف رو بینید، متلی از همه سبکترین. وقت به انجام رسید. بهروز یک بار فکر کنید. متلی سبکترین کدام است؟ جواب شما؟ جواب ندارم. ندارید. متلی از همه سبک در سیستم دوری این لیتی می باشد. این سوال از شیمی، از اون ابتدای شیمی است. خوب شاید که شما به این فن توجه ندارید. با که نیست سالا ما باز به شما برمیگردیم و میگذاریم به یمین. با شما ما میگونه 10 ثانیه وقت ما دراز نمیکنیم، فقط سوال رو پیشنهاد میکنیم. یمین نام دیگری اکسید هیدروژن چی است؟ 10 ثانیه وقت. نام دیگری اکسید هیدروژن. وقت انجام رسید. هیدروژن سولفید. اکسید هیدروژن. فرمولش چگونه می شود اکسید هیدروژن؟ هیدروژن و اکسیژن. فرمول شیمیایی آب را میدونید؟ H2O. خوب، همین اکسید هیدروژن. با که نیست. ملکیه سوال اول خیلی آسان بود. سوال دوم شاید نمیدونم برای شما شاید آسان باشد. این سوال هم و این سوال از دور دوم است. ما به شما 20 ثانیه وقت میدیم. سراسیمه نشوید. وقت رو ثمرناک استفاده برید. فکر کنید و جواب دهید. اکواتور رو میدونید؟ اکواتور چی است؟ اکواتور خط استوا. خط است که زمین رو به دو قسم جدا میکند. به دو قسم جدا میکند. سوال با شما چنین است. درازی خط اکواتور درازی
дарозии хатти истиво ки он заминро ба ду қисм ҷудо мекунад 40,000 сантиметр. 40,000 40,000 40,000 چی؟ километр. متر، سانتیمتر، دسیمتر، کیلومتر، کیلومتر. میلیمتر. نه 40,000 کیلومتر. 40,000 کیلومتر. درازی خط یک متر 40,000 کیلومتر. اگر نباشد هیچ کم نیرو افتاده نمیشه. شو باور ندارید؟ در صنفی هفتی خوانده بودم. نه. بله و صنفی 7 بود. تو حاضر نه، 1 کیلومتر شاید زیاد شد کم شد. نه همون 40,000 کیلومتر. خب ولی اگر نادرست باشد پس باز آماده می شوید و با گروه خود با سوال دویم آمادگی می بینید با گروه یاررسانی خود. درازی خط یک متر میدونید چقدر است؟ 40,000 کیلومتر. برآمد. فرخونده سوال چنین است. 20 ثانیه وقت دارید. سه خواننده مکتب دادر داشتند با نام انور، ولی انور دادر نداشت. این رو چگونه فهمیم؟ 20 ثانیه وقت. سه خواننده مکتب دادر داشتند با نام انور، ولی انور دادر نداشت. این رو چخیل فهمیم؟ سوال فقط با فرخونده است. سه خواننده مکتب دادر داشتند با نام انور، ولی انور دادر نداشت. این چگونه می شود؟ وقت به انجام رسید. نیفتید. وقت به انجام رسید. خیلی مالش برای شما. سه خواننده مکتب دادر داشتند با نام انور، ولی انور دادر نداشت. این چگونه می شود؟ برای که آنها برادر بودن. خب هر سه خوانندگان برادر بودن. میدونید چگونه است؟ سه خواننده مکتب دادر داشتند با نام انور، لیکن انور دادر نداشت. برای چی؟ برای که اون سه نفر خواهر بودند. برای انور دشوار بود. بیروز اگر حاضر شما با همین سوالی ما جواب ندهید، پس انم گروهی که همراه شما هستند و برای شما کمک کردن میتوانند، امکان یاردم کردن دارند. سوال با شما چنین است. پریخ کلانترین تاجیکستان چی نام دارد؟ فدچنکو. فدچنکو. بله. چقدر در روز دارد میدونید؟ نه. این زمان زیاده از 70 کیلومتر درازی دارد این پریخ و واقعا این پریخ فدچنکو است. برای من شما نیز با فرخونده برابر میشوید و نام میگذاریم با یمین. یمین سوال اول دشوار بود برای شما؟ چون که من به مضمون اهمیت ندادم. خب اکنون با اهمیت میشوید، ولی این سوال خیلی آسان است برای شما. من گمان میکنم چون شما باور دارم که شفت دارید با همین گونه آزمون ها طوری که در آزمون گونه اشتراک کردید. سوال چنین است. مکان زیست جانوران خلطه‌دار کجا است؟ 10 ثانیه وقت. استرالیا. کجا؟ استرالیا. استرالیا چی است؟ استرالیا. دولت است. ماتریک است. ماتریک است. ماتریک است هم دولت است. در یگان گوشه زمین جانوران خلطه‌دار و نمیخورند. نه. مثلا در تاجیکستان هست. میدونه در کجا هست؟ بله در باغ حیوانات. در باغ حیوانات و این استرالیا است. بله. برآمد بذارید. فرخونده، بهروز و یمین برابر شدید، ولی ملکیه از شما یک قدم در پیش است، ولی این معنی آن را ندارد که حالا ملکیه شاید که پره غلبت رو به دست آورد، زیرا باز سوال‌های دشوارتر و باز سنجش زیادتر می شود. از خوردنی ها چی رو دوست می دارید ملکیه؟ از خوردنی ها بیشتر به من منتو معقول است. این از خوراک ها. از میوه ها چی؟ از میوگی ها بیشتر به من انار. انار. اون کدام میوه ها رو می دانید اگر نام میوه ها رو پرسیم؟ مثلا انار، سیب، انگور، ماندارین، لیمون. شما میوه اناناس شنیده هستید؟ بله. چگونه میوه است؟ خوردگی هستید؟ طعمش چشیدگی هستید؟ شیرین است؟ ترش است؟ اناناس.
میوه شیرین است اناناس. در زینه که شما هستید سوال ها وریانت دارن. ما سوال پیشنهاد میکنیم و 4 وریانت پیشنهاد میکنیم، 4 وریانت جواب و شما باید که وریانت درست رو با ما پیشنهاد کنید و برای این به شما ما 30 ثانیه وقت هم میدهیم. من از شما اناناس پرسیدم. وطن اناناس کدام از این کشور هاست؟ گوش کنید. هندوستان، چین، اندونزیا، برزیلیا. 30 ثانیه وقت. وطن اناناس کدام از این کشور هاست؟ هندوستان، چین، اندونزیا، برزیلیا. با فکر من وطن اصلی اناناس هندوستان می باشد. حالا شما 15 ثانیه دیگر وقت دارید. به هر حال بینید. هندوستان، چین، برزیل، اندونزیا وطن اساسی کدام از این دولت ها وطن اساسی میوه با نام اناناس هستند؟ ملکیه هندوستان جواب وقت رو به دیگر انجام نمی‌دم. رسید. هندوستان. بله. برای چی فرض کردیم چین، اندونزیا، برزیل، برای چی هندوستان؟ این جواب رو تخمین من انتخاب کردم برای که آنقدر معلومات ندارم. همین اناناس در کدام کشور هم مثلا در تاجیکستان نمیروید اناناس؟ بله. برای چی نمیروید؟ شرایط موافق ندارد. بله اقلیم ما موافق نیست. موافق نمیده. برای پرورش اناناس. ولی برای خوردنش هست. پس اندونزیا چی نسبتا گرمتر است که نظر به هندوستان یا نه؟ به خط اکواتور که شما گفتید نزدیکتر است اندونزیا. اما من فکر میکنم از مابین همین دولت ها هندوستان بیشتر گرمتر است. برای چی خیتای نه؟ خیتای یک دولت خیلی کلان است. برزیل هم دولت خیلی کلان است. بله دولت خیلی کلان است لیکن بیشتر در اینجا باید به اقلیمشان توجه کنیم. لیکن من جواب رو گوید عوض نمیکنم. بله. هندوستان. برزیلیا، هندوستان، چین، اندونزیا یک از این دولت ها وطنی اناناس است و هندوستان وطنی اناناس نیست. چین و اندونزیا هم وطن اساسی اناناس نیستند و اناناس از همه بیشتر در برزیل می‌روید. شما با این سوال خوب شما تخمین گفتید و به هر صورت حاضر هم فرخنده هم بهروز و هم یمین با شما برابر شده میتوانند. باز رقابت برای شما دشوار می شود و من باز با فرخنده مراجعه میکنم. درباره نیروگاه های تاجیکستان معلومات داره؟ نیروگاه های برقی آبی کدام ها هستند؟ نیروگاه برقی آبی کلانی تاجیکستان راغون، نورک، ورزای بالا، ورزای پایان، سنگتوده 1، سنگتوده 2، خیراقوم، بایغازی. خوب سوال با شما اونقدر دشوار هم نیست. اصلا سوال های ما دشوار نیستن و شما باز می توانید که 20 ثانیه فکر کنید و گویید. بلندی سربند نیروگاه برقی آبی نورک چقدر است؟ 20 ثانیه وقت. بلندی سربند نامش رو درست گفتید. یکی از نیروگاه های برقی آبی کلانترین هم هست و شما فقط باید که بلندی سربند اون رو به ما گویید. چقدر است؟ حالا با این سوال شما امکانی با گروه مشورت کردن دارید. این سوال دوم است. مرحمت. اگر نفر به جای شما هم جواب داد وقت به انجام رسید. اگر نفر هم از گروهتان به جای شما جواب داد میتواند که مرحمت استفاده برید از این امکانیت. بلندی سربندی نورک رفتگی هستید یکم بار؟ نرفتید؟ 22 متر. باز یمین میگوید که من تیارم لیکن من این سوال از شما میپرسم. بلندی سربندی نورک فرخنده 300 متر است. سوال دشوار نبود و شاید که شما اهمیت ندادید. مرحمت. بهروز شما با ورزش شوق دارید نه؟ بله. فقط با فوتبال و با دیگر نمود ورزش هم شوق دارید؟ فقط با فوتبال. با دیگر نمود ورزش؟ مثلا شاهمات، ششکه، بیلیارد، تنیس؟ نه. سوال شما از ورزش است. از شاهمات. دانه‌های شاهمات رو میدونید؟ چی نام دارن؟ شاه، ورزین، اسب، رخ، پیاده.
ولی سوال نوبتی از ورزش از شهمات افتید برای ما. 20 ثانیه وقت دارید. در بازی شهمات کدام دانه میتواند بغیر از شه به دلخواه دانه دیگر مبدل شود؟ در بازی شهمات 20 ثانیه وقت. کدام دانه میتواند بغیر از شه، یعنی شه یک تا است ولی دانه هست که میتواند که جای دیگر دانه را اشغال کند، خواهد اسب شود، خواهد رخ شود، خواهد فیل شود، ولی تا که به زینه درکاری رود. کدام دانه است؟ وقت به انجام رسید بهروز. شاید اسب باشه. یعنی اسب میتواند که به دیگر دانه مبدل شود؟ نه؟ دیگر وریان ندارید. اصلا اسب دانه هست که در شهمات حرکت عجیب دارد. یگان دانه به مثل اسب حرکت کرده نمیتواند. واقعا حرکت گردش عجیب دارد. ولی دانه که با رسیدن به جای درکاری، یعنی به قریب آخری تخته شهمات میتواند به دانه دیگر مبدل شود، این دانه از همه ضعیف پیاده است. یمین درباره قبط‌های کره زمین معلومات دارید شما؟ کدام قبط‌ها؟ قبط‌های زمین یعنی از استراتوسفера، تروپوسفера، اگزوسفера، مزوسفera عبارت میباشند. قبط‌های خود زمین چی؟ از قبط‌های آخرین زمین قشر زمین، بعد از قشر زمین مانتیا، بعد از مانتیا یادرو. لیتوسفera چی؟ لیتوسفera خود از قبطه که یعنی از قسمت بالایی مانتیا و قشر زمین عبارت میباشد. یعنی وقتی که من قبط‌های زمین گفتم شما باید بسازید که از خود یمین یادرو سر کرده، یادروی زمین تا قبط بالایی. خوب، سوال چنین است. وقت رو دراز میکنیم. قبط آبی کره زمین که آب بحر و اقیانوس‌ها، نمی اتمسفر و آب‌های سطح خشکی را در بر میگیرد چی نام دارد؟ 20 ثانیه وقت. گیدروسفera. دیگر نمیکنید؟ نه. گیدروسفera. برای چی؟ برای که گیدرو آب. جواب درست است. من ملکیه یمین در یک زینه هستید شما. سوال اول دشوار بود؟ اونقدر نه. سوال دویم هم دشوار نیست ولی شما باید که فکر کنید. شما سیویده هستید. بله. فنهای دقیق میخونید، الگبر، گئومتریا، فنهای طبیعی ریاضی میخونید. سوال از گئومتریا است. سوال نوبتی. این هم وریانت دارد. ملکیه. ولی شما با این سوال میتوانید که با نفرانی که همراه شما هستند مشورت نکنید و شاید یکی از آنها تواند که با جای شما جواب دهد. ما این جواب رو قبول میکنیم اگر جواب درست باشد. سوال چنین است. خاصیت یا تصدیقاتی که درستیش اثبات رو طلب میکند چی است؟ طلب میکند؟ بله. تئورم، اکسیوم، اثبات، تعریف. 30 ثانیه وقت. خاصیت و تصدیقاتی که درستیش اثبات رو طلب میکند چی نام دارد؟ تئورم، اکسیوم، اثبات، تعریف. یعنی آن را باید که شما اثبات کنید که واقعا همین چنین است. حالا شما وقت دارید کم چند ثانیه دیگر شاید یگان نفر شاید خودی شما میتونید که جواب دهید. خاصیت یا تصدیقاتی که درستیش اثبات انجام رسید. خاصیت یا تصدیقاتی که درستیش اثبات را طلب مینماید و فکر من تئورم میباشد. تئورم میباشد. بله. برای آنکه اکسیوم خاصیت یا تصدیقات است که درستیش یعنی درستی را طلب نمینماید. یعنی وقت خودش درست است. حقیقت میشود؟ اون تعریف داده نمیشود یعنی اون درست است که برای شما اثبات نمیکنید. کدام تئورم های مشهور رو میدونید؟ اگر شما تئورم های مشهوری که در گئومتری هستن کدام ها رو میدونید؟ مثلا از تئورم پیثاگور، خب برای چی اثبات نه؟ اثبات طلب نمیکند که اون رو باز اثبات کنید. خاصیت یا تصدیقاتی که درستیش اثبات رو طلب میکند
اکسیوم نیست. این تئورم است. جواب درست است. برام فرخنده 20 ثانیه وقت. گروه یوررسان دارید. کدام جانور را انسان از همه پیشتر به خود رام کرد؟ 20 ثانیه سگ. وقت. کدام را؟ سگ. سگ را. بله. انیق. دیگر نمیکنید. اگر این دفعه شما خطا کردید وقت رفته سود است. علاقه سیم بر رتبه می شود. سگ. با یگان نفر مراجعه نمیکنید که این درست است یا نادرست. برای چی شتر نه؟ برای چی اسب نه؟ آخه اولین مرتبه همین جانور را سگ را آدم به خود رام کرد. جواب درست است. برام گذر شما نیست. با پیش میگذارید. بهروز سوال با شما چنین است. 20 ثانیه وقت دارید. میتونم بچه‌ها با شما یاری رسانند. خاصیت اساسی علامت جمع کدام است؟ 20 ثانیه وقت. خاصیت اساسی علامت جمع چی خاصیت دارد؟ خیلی آسان است. خاصیت اساسی جمع این یگان چیز رو با یگان چیز دیگر جمع کردن رو. نه البته یگان چیز رو شما با یگان عدد رو با عدد جمع میکنید که این یگان چی حاصل میشود وقت به انجام زیاد رسید. کردن. ولی یک خاصیت دارد. یگان نفر یاردم میکند به بهروز. مرحمت. خاصیت زیاد کردن یا همون رقم؟ نه اكو جمع که شد و حتما زیاد می شود. یک عدد رو بالای یک رو بالای دو مونده یا یک رو با دو جمع کرد البته زیاد سه می شود. ولی چه خاصیت دارد؟ خاصیت مثبت داره. از عوض کردن جای جمع شونده ها حاصل جمع و یا سم تغییر نمی‌یابد. یعنی دو جمع یک سه است، یک جمع دو هم سه است. این عادی ترین خاصیتی جمع است. جمع بود. یمین ما همراه شما باز با سوال های میگذاریم که وریانت دارن. درباره دستگاه هایی که ثبت آواز رو تصویر رو ثبت میکنن معلومات داره شما چگونه دستگاه هستن؟ بیت به شما ما شما رو عذاب نمیدیم. یمین سوال هم خیلی است. اولین دستگاهی که توسط آن آواز رو ثبت نمودند چی نام داشت؟ من واریانت رو میگویم. میکروفون، فونوگراف، رکوردر، دیکتافون. 30 ثانیه وقت. دیکتافون. اولین دستگاهی که 30 ثانیه وقت دارید آواز رو ثبت کرد چی نام داشت؟ دیکتافون. میکروفون، فونوگراف، رکوردر، دیکتافون. دیکتافون. شما از وقت استفاده نبردید. نه. من وقت رو قطع میکنم برای شما. بله. توسط چی آواز رو ثبت میکنن؟ آواز در دست شما چی است؟ میکروفون. توسط این آواز رو چیکار میکنن؟ آواز رو بلند میکنن. توسط این آواز رو بلند میکنن. بله. بعد بلندگویی یا دینامیک برای چی در کار است؟ اگر این آواز رو بلند کند. خیلی. میکروفون، دیکتافون، فونوگراف، ریکوردر. کدام از این دستگاه ها اولین مرتبه آواز رو ثبت کرد؟ چی بود؟ دیکتافون. دیکتافون. بله. ما حتی با شما گفتیم که میکروفون دستگاهی است که با واسطه آن نیز آواز رو ثبت میکنن. بله. ولی شما به این اهمیت ندادید. بله. یعنی اولین دستگاهی که اختراع کردن که آواز رو ثبت میکند این میکروفون نیست. حاضر توسط دیکتافون نیز آواز رو ثبت میکنن. توسط رکوردر نیز آواز رو ثبت میکنن. ولی اولین دستگاهی که با واسطه آواز رو ثبت کردن این فونوگراف درست. این زمان ملکیه. اگر شما با یک سوال جواب درست گردانید پس شما میتوانید که امکان پیدا کنید به دور دیگر و باز در همین دور میتوانید که به یک سوال دیگر جواب دهید زیرا که این علاقه دور غالبیت می شود. 40 ثانیه وقت. توجه کنید. سگی را با بند 10 متره بستند. سگی را با بند 10 متره بستند. ولی آن سگ 200 متر دور رفت. این عمل با سگ چگونه میسر شد؟ 40 ثانیه وقت. سگی را با بند 10 متره بستند
خب اکنون گفتن که سگ میایستد ولی این سگ تا 200 متر دور رفت. برای آنکه او توانست که بند را کشاید دور نه سگ چقدر بند رو میکشد؟ سگ رو بستند. حالا شما وقت دارید. سگ رو با بندی 10 متر بستند ولی سگ 200 متر دور رفت. این چگونه به عمل آمد؟ وقت به انجام رسید. ملکه جواب شما. با فکر من که آن سگ رو با بند 10 متر بستند. سگ رو با 10 متر بستند. تنها گردنش رو بستند. بعد اما آن رو به یگان جو محکم نکردن از این سبب. یعنی سگ رو با بند بستند ولی بند رو طرف دیگرش به یگان جو نبستند. همین خیلی. این خیلی نباشد چی؟ اساسا این جواب اونقدر معلوم ندارم، تخمین انتخاب کردم. نادرستم باشد رو افتاده نمیشه. بینید خودی چی گویم جوابی سوال در خودی سوال است. سگ رو با بندی 10 متر بستند ولی سگ 200 متر دور رفت. میدونید جواب چگونه است؟ رو افتاده نمیشویم؟ جواب خیلی آسان است. واقعا یک طرفی بند در یگان جا بستگی نبود. جواب درست است. مرحمت. ما از روی قاعده‌ای که در نمایش است ما در همین جا خاتمه میبخشیم نمایش را و اگر حاضر ملکیه به یک سوال دیگری ما جواب درست پیشنهاد کند پس ملکیه میتواند که صاحب راحتی ما شود برای تعلیم در یکی از کورس‌های مرکزی تعلیمی قلم. چی رو میخواهید که شما باز تکمیل دهید برای خودتان؟ من عین حال زبان انگلیسی را آموخته ایستادم به طور علاوگی و میخواهم که همین بیشتر زبان انگلیسی را از خودم در کدام زینه فن انگلیسی هستید؟ بیگینر. یعنی شما در زینه ابتدایی بودید. بله. پس اگر شما حاضر به سوال ما جواب دهید پس شما میتوانید که زینه الیمنتری رو در مرکز تعلیمی قلم خوانید. ولی اگر به سوال ما جواب دهید خب ملکیه 1 دقیقه برای فکر کردن وقت دارید. در کدام جریان آب آفتاب رو پس از 600 سال عوض نمود؟ رگ باشد آب را و پس از 1100 سال دیگر مکانیزم همش رو عوض کرد. یعنی بینید آب آفتاب رو عوض کرد. اول آن رو با آفتاب حساب میکردن. آب آفتاب رو عوض کرد، رگ آب رو عوض کرد و مکانیزم پس از 1100 سال هم آب هم آفتاب و هم رگ رو عوض کرد. 1 دقیقه وقت. 1 دقیقه وقت. در کدام جریان اول آفتاب بود سپس آن را آب عوض کرد بعد از آن رگ آب را عوض کرد و بعد از آن مکانیزم یعنی پیشرفتی علم و تکنیکا آب آفتاب و رگ را عوض کرد. این چی باشد؟ در کجا باشد؟ این فقط به طرف ما نگاه میکنیم، فقط فکر میکنید آفتاب رو آب عوض کرد، رگ آفتاب رو آب عوض کرد، رگ آب رو عوض کرد. مکانیزم هم آب هم آفتاب و هم رگ رو عوض کرد. در کدام حالت در کدام جریان وقت به انجام رسید؟ شاید در حالت شیمیایی باشه. همین سوال سرفهم نرفتم. این سوال منطقی است. در دوره پیدایش آدم یعنی با پیدا شدن آدم یعنی آدم پیدا شد آفتاب نبود، طبیعت رو دیگر کرد. جریان انرژتیکی نه یمین تیار است ولی یمین امکان ندارد. جریانی هست که در آن
آب آفتاب را عوض میکند و سپس رگ آب را عوض میکند و بعد مکانیزم رو عوض کرد. من به شما 1 دقیقه وقت دادم. 1 دقیقه من وقت دادم به شما. اگر از همین دقیقه شما استفاده می‌بردید، جواب شما جریان جریانی. من جواب شما قبول کردم. چی از جواب شما؟ آخرین وریانت شما جریان بیولوژی، جریان بیولوژی چی؟ طبیعت. من به شما حتی چند مرتبه کلمه دقیقه را تکرار به تکرار گفتم. یعنی جریان حساب کردن وقت و ساعت. اول وقت رو با آفتاب، اون وقت ساعت نبود، وقت رو با آفتاب معین میکردن. یعنی در نصف روز آفتاب در کجا است، سایه شما در کجا است، در اول روز و در انتهای روز. سپس ساعت‌های آبی پیدا شد و بعد ساعت‌های رگی پیدا شد. اگر بینید هستن ساعت‌هایی که خیلی تاب میتیدن، برعکس تاب میتید و دقیقه معین میموند که در رگ چند دقیقه میریزد. و بعد ساعت در دست شما است، حتی ساعت مکانیکی است در دست شما. مکانیزم همش رو عوض کرد. دشوار بود؟ صرفم نرفتم به این سال. صرفم نرفتید. البته مقصد همین است که شما باید که صرفم روید. سوال‌های جالبی دارید و می‌خواهید آنها رو به اشتراکچیان نمایشی پیشنهاد کنید. پس این امکانیت را از دست ندهید. سوال خود را با جواب درست و نشان دادن منبع از آن گرفتید به نشانی شهر دوشنبه، کوچه شیراز 31، تلویزیون بهارستان روان نمایید. نفران فعال حتما قدردانی می‌شوند. تلفن برای تماس 221 95 24. به هر صورت ما به طور استثناء فقط با شما رخصت رو میسپاریم. یعنی در دیگر، چون ما نمایش ما نو آغاز شد، ولی در نمایش‌های بعدی اگر نفری به همین زینه شما رسد و با سوال جواب درست نگرداند، ما این رخصت رو با دادن نمیتوانیم. ولی ما این رخصت رو به شما پیشنهاد میکنیم. بگذار شما از نمایش ما استفاده برید و دانستن زبان انگلیسی خود را باز هم پرقوت کنید و باز هم میگونه در نمایش‌های ما شرکت ورزید. این رخصت برای شما. خوب، بهروز چی تاثیرات دارید؟ من میدونم که شما خوشمندی خیلی زیاد بودید و مراجعت کردید به بهارستان که خواستید در نمایش اشتراک کنید. بله. چی برداشتید؟ چی تاثیرات گرفتید؟ من چیزی رو نمیدونستم از خود کردم و میخواهم که با بیشتر و زیادتر در همین خیل آزمون ها اشتراک کنم. فرخنده چی دشوار بود برای شما؟ دشوار نبودن، کمی هیجان. کدام سوال دشوار بود در حقیقت برای شما؟ کدامش؟ یا از سوال‌هایی که با دیگران پیشنهاد کردیم کدامش برای شما دشوارتر بود؟ یگانش دشوار نبود. فقط کمی هیجان زدم. نه، خوب هیجان هست، در همه تون هست هیجان. و کدام سوال برای شما جالب بود؟ همین سوال یکمی که به من داده. کدام سوال بود؟ مویز. یعنی که سوالی که شما دانستید، رو افتاده نیستید، نه. باز اشتراک میکنید. نه. تشکری زیاد. یمین من در این آزمون خواستم اشتراک کنم. مهارت دانش خود را یک بار سنجم و سنجیدم و به توجه من نسبت یک فن یا یک سوال باعث آن شد که من در این آزمون مغلوب شدم. ولی این یعنی آخری کار نیست. باز از پیش یعنی المپیادها، آزمون‌های دیگر از پیش میبریم و میتونیم. یمین میدونه چی در آزمون ما غالب مغلوب نیست. بله. همین شما 4 نفری که شما جرأت کردید، شما الکی غالب هستید. نه هر کس جرأت میکند که بیاد اشتراک کند. فهمیدید؟ این یگان جای مغلوبیت ندارد. این برعکس ما با واسطه شما چندین سوال‌ها با بینندگان پیشنهاد کردیم و من گمان میکنم که شاید اکثریت هم در سطح شما بودند. شاید بعضی‌ها بعد از اون که تو با منطق صرفم رفتن که الکی وقت گذشت. چون برای شما وقت خیلی محدود بود. برای من اینجا یگان جای مغلوبیت نیست. ما اصلا ما با شما رحمت میگوییم که شما جرأت کردید، هم فرخنده، هم بهروز، هم یمین و هم ملکیه که به همین نمایش ما آمدید. ما با شما تشکر میگوییم و مرحمت ملکیه.
ман пеш аз ҳама миннатдории худро ба ташкилкунандагони ҳамин барнома ва аз он ҷумла пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат мерасонам ки бештар ба ҷавонон ва наврасон диққати ҷиддӣ медиҳанд ва озмунҳое ки дар онҳо савияи донишашонро баланд мебардоранд яъне ташкил менамоянд ва инчунин ман ба телевизори баҳористон низ миннатдорӣ менамоям ки чунин имкониятро ба мо фароҳам оварданд ки мо тавонем дар ин ҷо аз дар кадом ҳолати дар кадом зина яъне будани донишамонро фаҳмем ва асосан дар ин барнома яъне мақсади ман ғолиб омадан набуд танҳо мехостам ки савияи донишамро бисанҷам ва аз ҳама саволи яъне ба ман ҳам писанд ҳам мушкил саволе ки охирон ба ман додед ҳамай мехоҳед дар намоиши мо ширкат варзида донишу ҷаҳонбинии худро санҷед пас шитобед. нишони имо шаҳри душанбе кӯчаи шероз 31 телевизиони баҳористон. намоиши ба пеш. телефон барои тамос 221 95 24. ҳам шумо ҳам фархунда ҳам беҳрӯз ва ҳам яминро воқеан мо муборакбод мегӯем ки шумо ҷуръат карда омадед яъне шумо нафароне ҳастед ки шумо худатон довталаб будед худатон хоҳиш кардед занг задед ва муроҷиат кардед ки дар барнои мо ширкат варзед. албатта боз имконият озод аст боз метавонед ки дар намоиши мо ширкат варзед ва танҳо мулкия метавонад ки дар яке аз намоишҳое ки бо иштироки ғолибони намоиш мегузарад ширкат варзад вале иштирок барои ямин барои беҳрӯз ва барои фархунда озод аст боз имкони ширкат варзидан доред ва зинаи ниҳоии намоиши мо ҳамин аст яъне агар мо тавонистем ки тавассути намоиш ба шумо як маълумоти ҷолибе пешниҳод кунем мо аз ин хеле шуда ҳастем ва нафароне ки мехоҳанд ки дар намоиши мо ширкат варзанд метавонанд ки бо мо дар тамос бошанд ба мо муроҷиат кунанд ва мо ҳамеша имкон дорем ки онҳоро ба намоиш даъват кунем. ин шумораи навбатии намоиши ба пеш буд. то боздид.